گوته توصیه میکنه که 4 تا کار هر روز بکنه. اینا خیلی موثره در ایجاد خلاقیت. یکی این که هر روز یه قطعه موسیقی خوب گوش بکنه. موسیقی خوب اون نیست که آدم خوب میزنه، که هنرمندم باشه. البته آدمی که در سودای نفسانیات خودش هست، درسته ممکنه همون گوشه ها رو بزنه، تقلید میکنه. و موسیقی که دگرگون میکنه انسان رو، من چند وقت پیش در تالار رودکی بحث راجع به موسیقی داشتیم، گوشه های موسیقی، گفتم این گوشه ها رو اسمشو نگاه کنن. یکیش اسمش از مهربانی، یکیش اسمش روح الارواح، یکی از جامه دران، یکی از زیرافکن. اینا معنی داشته. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی فقط اسم گذاشته باشن. زیرافکن یعنی لای زیر رو بگیر، بیا پایین تو بگو که ما بد کردیم، این زیرافکنده. جامه دران اونجاییست که آدم یقه‌شو چاک بکنه و همه حرارتش رفته بالا. یا فرض کنید فلان چیزش زیاد شده، وقتی که دکتر میری شما رو توبه میده، یعنی میاره 2 مرتبه رو میگه هارمونی بدن تو اینه، اینا نرماله. نرمالا همه رو منفی میذاره، میگه این یکیش ولی زیادیه، اینو باید کم بکنی، میشه نرمال هماهنگ میشه. بنابراین ما وقتی که آثار خوب هنری رو میبینیم، نرمال میشه. روحمون که یه قدری این طرف اون طرف متمایل شده بود به باطل، میل پیدا میکنه به حق. یکی هم هر روز یه قطعه شعر خوب گوش بکنه یا بخونه یا بنویسه از یک شاعر بزرگی. یک شعر میتونه سرچشمه الهام باشه در تمام اون روز برای انسان. اگر انسان عربی بدونه و یه آیه قرآن بنویسه که زهی سعادت، که واقعا هر روز یه آیه‌ای رو ما پیش چشممون قرار بدیم و اینو برای ثواب نخونیم، که مثلا فکر کنیم که بعضیا فکر میکنن که هرچی بیشتر بخونن ثوابش بیشتره. فکر میکنن مثلا ماه مبارک رمضان 2 دور مثلا اگه بتونیم قرآن ختم بکنیم یا حداقل 1 دور قرآن ختم کنیم، چه عجله داریم، چه عجله داریم که این تا تبه کنیم. صبر کن یواش یواش اینا یکی که ما ببینیم یکی من عمل کردم والا، بعد برسیم به اون یکی، بعد همینطور یکی. اینا هر کدومش گوهره. تندو به این سرعت که نمیشه که آدم اینا رو بگذره ازش، همینطور مگر اینکه آدم بخواد همینطور عبور بکنه، بخواد مرور بکنه، بر خودش تو دفتر حساب کتابش ثواب جمع بکنه. کسانی که اهل حساب هم باشن، دنیا حساب ازشون میکشن. میگفت یه کسی که چرا در قرآن گفت یدخلون الجنه به غیر حساب، کیا به غیر حساب میرن؟ اونایی که اهل حساب نیستن غیر حساب میرن. اونایی که اهل حساب هستن میگن آقا خیلی خوب شما حساب کردی که من اینقدر مکه رفتم، کربلا رفتم، ختم قرآن، مجلس ختم انعام، نمیدونم فلان، اینا رو همه رو حساب میکنی، حساب میکنی، با حساب میکنی. چیزای دیگه هم هست که اونها رو حساب میکنی، حسابتو میرسن. این که میگن حسابش رسیدن، چرا حرف بدیه؟ بده مگه؟ بله، برای اینکه حسابمون ناجوره که وقتی میگن حسابش رسیدن یعنی روزگارش سیاه شد. بنابراین هر روز آدم اگر یک شعر خوب و یک سخن بزرگی رو پیش چشمش قرار بده، یه سعادتی است. یکی هم چهارمی که یه کار خوبم بکنه. یه دونه کار خوب. کار خوب چیه؟ کار خوب نیست که هیچ فایده‌ای واسه شما نداشته باشه، نه برای دنیا نه برای آخرت. یعنی شما حساب نکنید، البته هم برای دنیاتون داره هم برای آخرتون داره، اما شما حسابش نکنید. گفتن یک کسی چیز کرده بود که قبل از رمضان گاوش مریض شده بود، نذر کرد، گفت خدایا اگر این گاو من خوب شد من 3 روز روزه میگیرم. بعدا هم برای اینکه خوش خدمتی بکنه و اینا گفت زودتر بگیرم که خدا تو رو درباسی گیر بکنه، بالاخره بگه این روزه رو گرفته دیگه نمیتونیم ما چیزش بکنیم، گاو خوب بکنیم. بعد روزه رو گرفت ولی گاو هم مرد. حالا این عصبانی شده بود و با خدا گفت خدایا مگه ما رمضان نیاد، هر 30 روزشو میخورم. این فکر میکرد که مثلا این روزه که ما میگیریم خدمتی داریم به خدا میکنیم اینا. بابا این تمام برکت برای تو، منت باید قبول بکنی که روزه بگیری.